بعد از دفن کردن میت یک روز بعد یک قسم کرم‌های پیدا می شوند که از حد زیاد بدبو هستند و آنها بعد از پیدا شدن هم در جسم انسان یک بوی بدی را ایجاد می کنند که این بوی بد سبب به وجود آمدن دیگر حشراتی که زیر زمین هستند می شود. بعد از 3 روز بینی انسان دیگرگون می شود و 6 روز بعد ناخنها آهسته آهسته می افتند و 9 روز بعد مویهای انسان به افتادن شروع می کنند و شکم به خراب شدن شروع می شود و 17 روز بعد شکم به پرگی پاره می شود و 60 روز بعد گوشتهای بدن انسان تمام می شوند و 90 روز بعد همه استخوانها از یکدیگر جدا می شوند و 1 سال بعد استخوانها می پوسند و 2 سال بعد استخوانها از بین می روند. اکنون برادران عزیز ببینید که غرور و تکبر، نفرت و خواهش و بغض و عداوت، کینه و دشمنی، حسد و شهرت، عزت و نام و نشان، ثروت و مال دنیا، این همه کجا می رود؟ معلوم نیست. شاید که در همین دنیا مانند. یقینا الله متعال ما را از گفتن و شنویدن و خواندن بسیارتر عمل کردن را نصیب فرماید. آمین. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید.